سلام و درود مخلصان عزیز. امروز یک برادر ما شیروانشاه از شهر مسافرت قرار دارند. مادری عزیزشان زادروز دارند. دوستی عزیز مادری عزیز را و این روزی زادروزشان تبریک گفته. پیش از همه از درگاه الهی عمری دراز، تنی صحت آرزومندم. الهو 100 ساله شوند، چی آرزوی نیتی نیکی که دارند و آرزوی نیتی نیکشان رسند. از نام دوستی عزیزم شیروانشاه زادروزی مادر مبارک باشد. با طلب و درخواستی دوستی عزیز یک سرود مادر وفق طلب شما. سلامت باشید. آیا مادر، آیا مادر، به حرفهایم نما باور، بجز الله و پیغمبر کسی نبود زی تو بهتر. آیا مادر تو خوش رویی، تو زیبایی، تو خوشبویی، سرودی الله هایت را چرا دیگر نمیگویی؟ آیا مادر تو خوش رویی، تو زیبایی، تو خوشبویی، سرودی اولینت را چرا دیگر نمیگویی؟ دل و جانم فدایی تو، فدایی خنده های تو، صدایم کن، صدایم کن، چرا از من جدایی تو؟ تو زیبی خاندانی من، تو نوری دیدگانی من، حبیبی من، طبیبی من، عزیز و مهربانی من. معلمم، تو استادم، تو امدادم، تو ارشادم، تو فرهنگ و زبانی من، تو الهامم، تو ایجادم. معلمم، تو استادم، تو امدادم، تو ارشادم، تو
فرهنگو زبانی من، تو الهامم تو ایجادم. آیا مادر آیا مادر، به حرفهایم نما باور، بجز الله و پیغمبر کسی نبود زی تو بهتر، بجز الله و پیغمبر کسی نبود زی تو بهتر.